خروج نیروهای آمریکایی از نزدیکی ایران اولین شرط جدید تهران برای مذاکره با واشنگتن است. ترامپ که حملات جدید بر ایران را به قول خودش 3 روز به تعویق انداخته، از احتمال توافق بزرگ سخن میزند. همزمان با پیشرفت مذاکرات، نیروهای آمریکایی در منطقه اند. سربازان نتانیاهو دست به ماشند و مشت سپاهیان جمهوری اسلامی گره شدند. چه خواهد شد؟ جنگ یا صلح؟ تماشاگران افغانستان 1400 در سراسر جهان سلام. من احمد رشاد زریر با آقای عزیز معارج، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل گفتگو میکنم. سپاس آقای معارج. ترامپ چرا عقب نشینی کرد؟ تشکر آقای زید. بخود سلام برای شما، سلام با همکاران تکنیکی شما و شنوندگان تقدیم میکنم. ببینید این عقب نشینی نیست، در جنگ تاکتیکای مختلف استفاده میشه. به خاطر رسیدن به استراتژی معمولا یا عقب نشینی یا مثلا تاکتیک شکل دیگه، یا بنا مذاکره یا آتش بس، یا مثلا یک نوع زورآمد گفتگو، بر صورت جنگ دوام داره. اگر گفته شد که بینی تاریخ و بینی موقع و بینی سال جنگ توقف شد و ما به این موافقت تحت شرایط زل رسیم درست و تضمین بالملی دو ورسه باشه. این فرصت هاست که یا برای خود یا اصلا معامله بین امریکا و ایران در روان است. معامله طوریست که میگه تنگی هرمز چرا به اروپایا و به چینایا و به روسا و به دیگه مربوطه. خیلی که از مربوط خلیجی را امریکا میگه ما مالک هستیم و مالکیت از سال 1971 کاملا گرفتن با پترودلار و با ستلمنت بانک سوئیس و همچنان کنترل و اجازه که چقدر دلار استخراج کنه و از هر دلار چقدر به امریکا بتن. درست. حالا همین اگر شما میگید عقب نشینی نیست، دلیلش این بار چی بوده میتونه که باز هم 3 روز دیگه به تعویق انداخت و به دیپلماسی رو آورد؟ آیا همان گونه که ترامپ میگه راستی کشورهای عربی اجازه ندادن که بزنه ایران، و یا پیشرفتی در مذاکرات شده و راستی ایران به خواستهای آمریکا قرار شده تن بده؟ چرا حالا این توقف شد؟ درست است. اجازه سیاسی میگن وقتی که در میز مذاکره صحبت باشه، چیستا باشه، در میدان رسم و جنگ و اینجا شدت هر طرف قوت خود مثلا امتحان میکنه و زور خود نشان میده تا که امتیاز بیشتر سر میز بگیره. مذاکره طوریست. حالا ببینید در ایران از روزی که تنگی و روز بسته شده 2 میلیون نظر کشتی میگیره که او عبور میکنه، اما کشتی اجازه داره، یعنی تنگی بسته نیست و نوج محدودیت وجود داره. 20% امریکا میگیره و هر صورت 1000 بیلت تقریبا بسیار پول، هر دویشان پول جور میکنه. قاطی و قیمتی سر کیمه 80 میلیارد نفوس جان. بازیاره خانواده کلان، حکومتای کلان، شرکتای کلان راه میاندازن، قیمتش مردم میتن. حالا کنید شما کشورها قیمت را به جا بیدمی، کشورهای مترقی تیل قیمت شده، هر جوان پیر مرد زن و این مثل استیشن پترول میرم تیل میاندازن نمیکنم، قیمت چرا بالا شده؟ برای چی؟ مثلا اگر تکس بلند شوید میرم مثلا سوپرمارکت غذا میخرن، یک خوردنی میبین نرخ به حساب پرایس یا بلند شده، کس الله خود نمیگه. پس این میفهمه که سیستم را طوری ایجاد کرده که نفوس جا صدای خود نمیکشه و هرچی که ما بخواهیم میکاره کرده میتونه. حالا ترامپ خواهد زد بالاخره جنگ میکنه این بار هم؟ جنگ 100% هست، این پلانا هست، اما ای که سر تنگی اونمو چی جور آمد میکنه منفعت یکی بهتر میشه. ولی رسانه های که مخالف ترامپ هستن مثل وال استریت جورنال، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، CNN، اینا میگن که اولا ترامپ با مشکل برخورده و گزینه خوبی برای حمله نداره، دوما جمهوری اسلامی خودش را قوی ساخته و چالش ایجاد کرده. واقعا توان نظامی آمریکا در برابر توان نظامی جمهوری اسلامی و موشکیش آسیب پذیر شده؟ نخیر، ببینن پروگرام ضعیفی ایران است، ولی اگر هر نوع شرایط بین از جور آمد هم شوند تا که کنترل نفت و مواد و تنگیره خود امریکا به دست نگیره،
تا وقتی منازعه و کشمکش و جنگ به دوام داره. این پروسه میگن تا انتهایی جنگ احتمال از تا 2028 تا 2030 دوام کنه و دی کشور عربی را هم میارن است. سال میبینید امارات است شروع کرد امروز امان یک تعداد مشکلات را پیدا کومان ببخشید. فردا ببینید بحرین و کویت و امارات که عملا در جنگ تقریبا با جمهوری اسلامی هستند در الفاظ. تمام مکاتب خود تعطیل کرد گفالن به دست خوانده شد. این خود با ذات خود یک کلان یک تغییر است. سبا روز ببینید که ماموریت‌ها را تعطیل میکنن، دیگر روز ببینید که دکان‌ها بسته میشن. امارات خود قدر کشور بزرگ هم نیستن. همین طرفای استیشن‌های برق و تقریبا تا انرژی اتمی برقی از یا صدمات دیدن، آتش گرفتن. مردم یک وحشت فعلا وجود داره. پروازها بسیار شدیدا شروع شده. این به ذات خود یک تاثیر داره. عمان ببینید یا هم شروع کرد. پیام این به ذات خود چی است؟ پیامش چی است؟ یعنی جنگ و تلاطم در راه است دوباره؟ ببینید واقعا گپی است که ما قبلا هم در این برنامه همیشه ما شما سر خانواده بزرگ و مثلا مثلث بروموداویا صحبت کردیم. ترامپ آورده شد به رئیس جمهور. این برنامه برای داده شد که این کار باید بکنه. ترامپ حالا به خاطر از اینکه حالا میگه امریکا شما قبل گفتم متحدینشان میگه شکست نخیر. ترامپ میخواد که از این جنگ خود ایسوسو کنار بده تا که میاد ماموریتش پورا شه و فرار کنه. چون تحمیلی جنگ سر امریکا و بالاخره جنگ تحمیلی سر کشور عربی. به خاطر که در این منطقه باید یک حالتی بیاید که نظم برهم بخوره و تمام کنترل مطلق از تنگی هرمز تا باب مندب تا دریای سرخ این هم به دست امریکا و غرب. این آگاهانی که باورشانی است که ترامپ به دلیل پرونده اپستین است که تحت فشار نتانیاهوست و برای او می جنگه. دیدتان در این مورد چه است؟ نه او پرونده مثلا مسائل پیش از یا که مطرح نیستند. مسائل اکرانی که پیش از یا مطرح است مسائل اختلاس دوزی و باید چیزایی که باید تاوان بده. با هم برنامه از اینه که بگه حالا در کشور یک چیز را انداختم. ترکیه خودش شروع بده میره میگم 1.5 میلیون که در رومانیا کشتن با جنگ دوم جهانی او را تاوان بده. اگر ترامپ مثلا در فروش کودکان، در آزار جنسی کودکان، در پدیفایلیسم، در ایا عملا نقش داشته باشه باز هم چیزی مهمی نیست؟ دنیا بفهمه؟ فهمیدن همه که فهمیدن که چی گذشت. چیزی پنهان نمانده؟ نخیر مرم چی اقدام صورت گرفت. اقدام نیست. حالا محکمه بین‌المللی عدالت طلای ترامپ میتونه اگه اجازه نداشته باشه قطعا نمیتونه. بودجه از او کی میتونه؟ تا که بودجه قطعا قاضی دیوان عالی بین‌المللی و محکمه ها گویا قطعا وجود نداره. این خو یک حرف است مثلا که میگه کسی که صاحب پول است حرف غلطش معقول است. این کدام چیزی نداره. درست. اما مسائلی که مثلا زوراور باز سرنگرات تعمیل میکنه هر کس یک پرونده یک دوسیه را میکشه. خدا مثلا سر نواز شریف و شهباز شریف و مثلا سر هر کس یک مشکل داره. قبل من مثال ترکیه را دارم. بس شما میگین ترامپ و تیمش مثل آقای پیترکزیت و اینها هم اینا ناگزیر مجبور هستن که این ماموریت تکمیل کنه ورنه اینا زیاد دشمنی با ایران ندارن ها؟ یا اصلا فعلا خودی طور حالت است که دیده میشه و تحلیلگرای سیاسی جهان میره میگن که ترامپ شانه خالی میکنه تا که ماموریتش پورا شود مسئولیت کلان نگیرن. پروژه مانند هیتلر وارث بود تقریبا همونطور است. به او جا مال جرمنی چنین کادر جرمنی مال مجرم با آخر جرمنی ها را کنار گذاشت. حالا تنها هیتلر بود حال داشت هیتلری کار کرد. آخر هیتلر گرفتن ما و کادر جبان را چی شدن بالاخره اسناد و چیزا برآمد که در سال 1989 در یک از جزیره ارجنتین وفات کرد یا مرد. و تا وقت به اون شکل که چی پنهان بود. حالا مثلا امریکا سانه مردم امریکا خب بیگناه است. تنها جمهوریت جمهوری خواهان بود. نه جمهوری خواه از چی نیستن. تنها ترامپ بود. ترامپ به یک طرف میبره و آرام زندگی خدا میکنه. متقاعد آدم است بس نمی زندگی سهولت این نوان یک کدام چیزای جوالم کار داری بر توان میکنیم. نان و غذا خلاص تمام شد. چرا دموکرات ها مثلا اوباما بایدن اینا با دیپلماسی با جمهوری اسلامی رو آوردن و این جمهوری خواه بیشتر جنگی و تند؟
خب ببینن وا خودم دو وقت شرایط هم نبود، شرایط یعنی و ذهنی باید مساعد شود، شرایط مادی و پولی و ذهنیت هم آماده شد برای جنگ، برای حمله. او وقت چنین حالت هم نبود. یکی دومی که وا تیر خدا بودن، بله این مسئولیت نگرفتن، آماده ای اواخر خو این تحمیلی شدن. یک چیزی که تحمیلی شد مثلا خود روسیه خوش نبود که با اوکراین حمله میکرد، چون اوکراین حریم خود فکر میکرد و بر تخریب و خساره که برای اوکراین میرسه میفهم روسیه که دوباره من جور میکنم. مثلا اسرائیل امروز میفهم هر خساره که برای اروپا رو جور میکنم. با اون خاطر یا تحمیل میشه بعضی وقت جنگ ها. جنگ منفیت میاره. پول ما گرز کردم که اما نرخ بالا شد، کمپانی بزرگ سرمایه‌دارای جان فایده کرد. جان ویران میشه، کشورها ویران میشه، شرکت‌های ساختمانی بزرگ به دست ازیاست، کلیما به دست ازیاست. مثلا تیل یا همه روسیه چقدر فایده کرد؟ تیل بلند شد، ناستی وان ناستی تو حال و پایپلاین کلان گو پایپلاین ساده نیست، یک پایپلاین برابر 4 منزل همینطور یک کلان پایپلاین هستند، همشان جاری طرف اروپا. یک سنت که بلند شد، یک پنس که بلند شد، چقدر فایده می در حالی که تقریبا 40 پنس یا سنت این بلند شده. این خود به ذات خود فایده است که کلان فایده را روسیه در این جنگ کرد. همچنان در جنگ اوکراین تمامی سلاح و بخش دیگه است که فروخته میشه. سلاحی که امتحان میشه بخش جداگانه هستند. حق لبور و حق گرفته میشه از یک کشورهای بخش جداگانه است. تنها لیاز اقتصادی چه فهمیدن چین درگیر جنگ خدا هستی در WTO بسیار فایده که مثلا در سازمان جهانی باز هم ترامپ مجبور شد که پیشرفت و شرایط گذاشته پیشش. و حالت ترامپ خودی دین وقتی که در کشورهای عربی بود چقدر به حساب بادار اقران شد موسیقی با غلامای خود صحبت میکرد. درست. چین دیدیم که قدرت بود. بسیار به نکته مهم رسیدین. معارج صاحب اجازه بتین ما و شما و بیننده ها دمی کوتاه بگیریم و باز بگردیم به ادامه این بحث مهم و ادامه گفتگو. آقای معارج، حالا برسیم به چین. پوتین قرار است بره به دیدار شی جینگ پینگ، اونم بعد از دیدار ترامپ با شی جینگ پینگ در بیجینگ. اصلا بین قدرت هایی که در صف ایران هستند چی میگذره؟ اینا قطعا اگر اون پرونده هایی را که شما اشاره کردین پشت پرده جریان داشته باشه، پوتین و شی جینگ پینگ و اینا باید آگاه باشن اینا به کدام مسیر میرن. اینا مامور هستن از این جنگ جلوگیری کنن یا این جنگ را حمایت کنن یا بیطرف باشن این جنگ اتفاق بیفته؟ ببینن این سه نفر کسی سه کشور هستن یا مربوط به همون خانواده هستن. مثلا تمام کمپانی‌های بزرگ کلانی که در چین موقعیت دارن و این بلندمنزله و شرکت‌های کلان یه از کی هستن؟ خود چین حرف نیست، اما چین از این منفعت میگیره، رشد میکنه، میده پیش میره. و که رهبرای کلان جان نمیتونه از وسایل جمعی تلفنی استفاده کنی، آنلاین یا زوم یا این دوان، به خاطر که رازایشان افشا میشن. حالا شما ببینید ترامپ و همراهشان که رفتن به چین، همشان تلفن‌ها و لپتاپ و حتی ساعت‌های هوش مصنوعی و چیزا خدا میشه دور کردن. اینا به خاطر ترس از استخبارات چین بوده؟ کاملا نه تنها چین و جان، هر طرف که میبره از کشور خود فکر میگه که من خود مایک که میمانه خودش هم کامرا ما چیزا داره تا چی و تا چقدر وقتی کنترل کنه. مثلا در موتری که میشنه، تهران دو هتلی که خواب میشه، دشویی که استفاده میکنه، همش کنترل. بنان امی موبایل ها از یا میترسه که سایبریایی یا کنترل نشن. طایفی که برای داده شد توفا و یار وارم پس نگرفتن. بنان مجبور بودن که بران دو نفر روی با هم صحبت کنن. دیدن حال همون مسائل که یا صحبت کردن، پوتین مجبور است برام رایشان صحبت کنه که چی بوده چی نبوده. چون در کل در بالا تقسیمات بین آسیا هست، وجود داره. در تمام کشورات هم در خود افغانستان از یک کشور امیال درخت است. شکل نه به شکل میبینیم. یاد مادن است، یاد رسم شناختن است، یاد فرستادن پول است، یک کار است. همینطور در پاکستان امیال در زوب آهن سا کار میکنه در کراچی. پرندباد چیزای ساختمانی چینایا هستند. و امریکا را خود میفهمه که کل سیاست و پالیسی پاکستان در سیاست. چرا دو وجود دشمنی ندارن؟
یا در سوریه آقای مثلا مارج، بمباره. برسیم به پس که پوتین میره ترمی مسائل نظم آینده و جهان و همچنان سر منفیت‌های خود و او پروژه‌ای که برای 3 نفر مامور داده شده قبل از جنگ ایران دیدم در آلاسکا، دیدم ترامپ و پوتین بله. با چی بیا یا که نخواهن مثلا کدام کار او پشت پرده کسایی که هستن یا نه رئیس جمهور هستن نه کشور به ایالت پیش میره. پتگه دارن صاحب، یگان گپ داره و رقابت داره به خاطر نظم نگاه کردن، به خاطر جان امی رقابت از جام به نفع امو پروژه است و باعث که جان به داران بسازه و دمی هر حالت یا منفیت میگیره. به یک نحوی حتما منفیت شانه است بر شکل که در کشور مطالعه داره میفهمه که چی مرض را پرتن. درست. در کشور ما مثلا مسئله پانتون آن دانشگاه قبلا چی نبود، ما پانتون میخوام دانشگاه در زاشگاه را قبول داره، دانشگاه را چرا نداری؟ یا پانتون چی شده خود لابد پشتو سبانش که باشه. یا مثلا ما افغان هستم ما افغان نیستم، یا مثلا ما از فلانی جا هستم تو از فلانی جا هستی. نه بعد از یک فلانی جا با چند جنرال باشه فلانی جا نباشه. چون 20 سال جمهوریت استراتژی جنگ بود و نحوی از شکل از اشکال با جنگ یا رو تخریش میکرد مردم که یک طرف بره و سالا بگیره. درست. حالا مثلا پالیسی بدل شده، گفته شده که نه باید اینجا صلح و آرامی باشه و تشویش جان از افغانستان نباشه، یا طرف دیگه مسئول شدن یا حالت به طرف مانده نه برسنت نشستن نه مثلا مساعدت میکنه شعار میته این کار بکنه خب بیا کمک کن. درست. هم از این استفاده میکنه مثلا همین رقم پاکستان ببینین ایران ببینین همه جا. باز بگردیم به ایران مارسب، این 3 روز دیگر ترامپ که تمام شد چه اتفاق میفته؟ پیش بینی شما چیه؟ در این 3 روز باز یک دور دیگری از مذاکرات خواهد بود یا توافق بزرگ که دونالد ترامپ ازش صحبت میکنه اتفاق میفته و یا در پایان 3 روز باز بمباران یا درگیری در خاورمیانه اثر گرفته میشه؟ همین قبلا سر این مسئله اشاره کردم تا که سفر پوتین با چین انجام نشده باشه یعنی آتش بس تمدید شده میره. خب درست. به خاطر که مسئله اوکراین معامله شدن با روسیه مطلق اوکراین تسلیم کردن، مسئله تایوان با چین و بعض جزیره دیگه که است و مسئله ایران با امریکا سرازی بحث روان است. اصل اجندا و موضوع کلی از یامی مسئله است. صرف اینی لست آدم میشه مثلا چین که مواد کیمیایی کشتی کیمیایی برای من او باید معطل نشن. عالم نیست، عالم مطلق از خود سیستان و مثلا بوشهر، سیستان، بلوچستان، لاریا قطار شما ببینید هر روز هزارها لاری میره تا کشمیر و چین و تا خود پاکستان اینجا تا بنگلادش اینجا خاطر قلب به موترها میرسند. یا کشتی هایشان از پول میتد 2 میلیون حرکت از طرف چین نرمال روان است. پاکستان چطور؟ ما که جایگاه پاکستان را در بحث‌های شما دیدیم، در دید شما پاکستان از اون جایگاهی که حالا دیده میشه یا نقش را بازی میکنه برخوردار نیست، ولی چطور حالا تقریبا محور همین فرایند دیپلماسی بین تهران و واشنگتن در ظاهر حداقل پاکستان است؟ آقای نقوی باز رفت آمد کردن پیاما را بین تهران و واشنگتن پاکستانی ها منتقل میکنه. پاکستان چه کار است اینجا؟ اعتبار زیاد غرب بالا دیگه کشورهای هوشیار نبود. یک کشور معامله‌گر دیگه کشورام قبول آن نمیکرد مذاکرات، چون میفهمید که همه جان همه مردم فامیلی جان میفهمه که مذاکرات سختگی است. خدا باید به اعتبار نمیسازد. پاکستان در یک پانه بود 2 پیسه خود کار دارد و هر در مقابل پیسه کار میکنند. بنان ایران در دومی که پاکستان امنترین و بسیار فاصله مثلا سهولت‌ترین و همچنان مورد اعتماد کشورهای غربی بود، یک جای خود فکر میکرد، مشکل نبود. آلوده روسا آمدن کس چی فهمی که کراچی یک غیر یک پاکستانی در شک دوام چپ شد، یا مثلا کشورهای دیگه چین آمد اینجا صحبتهای خود کردن. در کنار از این که مثلا مسئله ایران رو یا صحبت میشد مسائل دیگه بحث صورت میگیره. معامله سر تقسیم منفیت تنگی هرمز جا بود، مسئله تایوان و اوکراین یا بحث میشد.
دیگه کشورها خود افشا میکرد. پاکستان خود اجازه افشا نداره. درست. دیگه کشورها مثلا خود به اعتبار نمیکرد. پاسخم بسیار به وضوح گرفتم مارج صاحب. تشکر میدیم به این که در آمریکا چی میگذره. مثلا نارضایتی ها از دولت ترامپ، از شخص ترامپ رو به افزایش است. نیویورک تایمز در نظرسنجی تازهش دید که 70% آمریکایی‌ها از سیاست ترامپ در جنگ ایران از عملکردش ناراضی هستند و محبوبیت آقای ترامپ برای اولین بار در 2 دور ریاست جمهوریش به 37% رسیده. ببینید همون مسئله قبلی که ما از هتلر را بحث کردم است. ابتدا که جنگ میشد چرا مجلس سنا رای داد و بودجه داد و خاموش بود. 500 میلیارد که مصرف شد عالمه که حدود تریلیون فایده کرد. مردم دو وقت چرا مظاهره نکردن که سر و صدا نکشیدن. ژورنالیست‌ها مطبوعات یاد شدن دیمارو تفسیر نکرد. کابینه چرا رد نکرد. خواهد رسالت داره. وزارت دفاع یا چرا آمادگی برای جنگ گرفتن. امروز باز میخ صاحب امریکا را چی رقم نجات بده مردم؟ چون آل صحبت ها آخر است با چین و با روسیه تفاهم صورت میگیره. معامله در کار است و بالای ایران جنگ چند سال دوام میکنن تا که ماموریت ترامپ پورا میشن. به او خاطر آل کل علاوه بالا میاد گردن ترامپ و امریکا را نجات میتن. سعی ما گفته بودیم نیادای مدنی گفته بود و همچنان کابینه تو گفته بود میاد ترامپ و ترامپ بالاخره از امریکا جا میره. بالاخره میبینه که 15 سال بعد یک جزیره صدا بده میشه که ترامپ از دنیا حرکت کرد. این بازیات جهان است و بوده قبلا تاریخ از این پر از این مسائل. همیشه ما میبینیم در کشور یک کار صورت گرفته. حتی در کشور ما مثلا یعقوب خان یک دم از میشه که انگلیس ها برآمد یک وقتی که در هندوستان و در مهند قدم زیارت امام ربانی المجدد ثانی دفن است. هیچ کس نه که این پاچای ماچی شد چرا اوجا رفت کجا یا شانسمان که کور شد از قلعه عاشقان یک دم برده شد و هیچ معلوم نشد چی شد. مسئله پس برای شاه شجاع و دوست محمد خان پایین بالا میشد. درست. یا شلی خان رفت در مزار حلب با کمک روس ولی دلش کفید و مرد و چی شد. 40 چند ساله بود نه 52 ساله بود. این کس نه کی کش چی خورد و چی داده شد. درست. جناب بارج بر دقایق آخر بحث رسیدیم. فقط 1.5 دقیقه وقت مانده. جمع‌بندی کنید این که آیا خطر جهانی شدن این جنگ، خطر استفاده از بمب اتم اینها واقعا وجود داره؟ نه اون مسائل نیست. این جنگ ها تحت کنترل است. مردم جان خفر این مسائل نمیمانند که جنگ جهانیان به موجب صورت بگیرن. کسی که فایده سر جنگ خود میکنه. امریکا جنگ است، جنگ روس در جنگ است، امریکا در جنگ است و منافع خود. اسرائیل در جنگ است. میبینید در افریقا جنگ است. همین کشورهای ما با پاکستان حمله میکنه جنگ است. ایران در جنگ است. کسی که منطقه در جنگ ادامه داره. عمومی جنگ کسی کشوری که مکان امریکا را گفتم منفعت همه کی بودی جنگ آغاز سال بارگیری است. گفتم 500 میلیارد و 1.5 تریلیون. این فرق میکنیم این چیزا. ببینید که مسئله جنگ و مسئله اتم قطعا اجازه نیست کسی استعمال کنه. حتی کودای اتم بنا میکنن پیش کشوری که اتم داره پیش از یا باشه. این کود جای دیگه در جزیره است. پیش اقتدار با اجازه میدن که چی کنه چی نکنه. این کودا پیش از یا میگود وقتی انتجار میکنه. جنگ فعلا در جهان در کنترل است. خطرات با کسی میاد که او قبلا میفهمه. حالا ما میفهم که جنگ در افغانستان صورت نمیگیره. اگر چیزی که صورت میگیرم یا گروه افراطی شاید بیاید به خاطر عبور از افغانستان طرف آسیا مرکزی. این که ما چقدر ناهوشیار خواهد بودیم که کار صورت بگیره و روسیه چقدر ناهوشیار خواهد بود که صورت بگیره که بچ دادن است. دیگه چیز صورت نمیگیره. اون بمبارد است و این بمبارد پاکستان ادامه داره. اینه که بخوایم نخوایم تا که یا امرای تفاهم تضمین نشه و یا ای که مقابل جنگ صورت نگیره. این جنگ دوام داره. اینه که ما بگیم نداریم این جنگ. اما گفتید جنگ اتمی و جهانی نمیشه کنترل شد. نه خیلی خاصه در برنامه کشورهای کلان تا انگلیس و دیگه که ما کشان تماس داریم این برنامه نیست. سپاسگزارتان آقای عزیز مارج، دیپلمات پیشین و آگاه رابطه بین الملل بابت حضور در این گفتگو. و بی نهایت تشکر از شما که همراه ما بودید. تا فردا شام لحظات بکام. خدا نگهدار.